یخی آدم هم میشه لیشن من شرم میداشتم که دیگه شرم داشتن در کل نبوده است. اپیراسیون خودش یک 20 یا 25 минут دوام کرد خلاص. سلام دوستان. بیماری نوبتی ما خوجایف بویر 1963 سالی تولدشان 3 روز پیش به نزد ما مراجعت کردند. رول کماند گروه ازبکستان ما هم صحبت شدیم. شکایت هایی که این بیمار داشتن شبخیزی چند مرتبه شبانه میخواستن پیشاب کنیم و نپاری پیشاب باشد به حد پس شده بود. بعدی پیشاب کردن نیست، حسی باقی مانده پیشاب رو نیست حس میکردن. ما باشد روزی شنبه جراحی گذرانیدیم. جراحی خدا بشکر خیلی نزد گذشت. امروز باشد نیچه اوریتریلی رو گرفتیم، کاتتر میگویم. پیشاب کنی نیست، به حد نزد برقرار شده است. بیاد از خودشان پرسان بشه. من شکر که دکتر گفتن همش دوغلی. من بسیار سال در این کسل من عذاب کشیده بودم. من در روسیه بودم. من یک روز یوتیوب تماشا کردم. من دیده حیران شدم که خدا مانده همین کسایی مثل چیز میکنن میگرس تقابت میگرس که من شنیدم. پلاستیک ادنوم گفت این ادنوم همش گرفتن جور کردن اپیراسیون خودش یک 20 یا 25 минут دوام کرد خلاص. در همین من نقش رو بروندم. من حاضر خودم من نقش حس میکنم راه رفتنی من همین که نقش شد پیش راه رفتن نمیتونستم. مثلا یک جا مهمان رفتن نمیتونستم. خلاصه این درد که من بسیار عذاب کشیدم. یک کس گفتن قیم بوده است. یه خدا باش که عمری همین دکترای ما الهی پروردگار دراز کند دستشون سبک. ولی همون که من بسیار اینها مثلا فایده دیدم. یخی آدم هم میشه لیشن من شرم میداشتم که دیگه شرم داشتن در کل نبوده است. اینا آمده روی راست همون که دکتر پرسید همون گفته فهمانید این کسانی تیز خلاص شدن ممکن بوده است. من خدا با شکر 11 سال امین وینده عذاب کشیده بودم. من حاضر بیمار من گشتیم. که من باور نکرده بودم. حقیقتا بوده است. خدا مانده بسیار همین تحقیقی بوده است. بعد دقتتان رحمت. حتی من میخواستم اینها رو گفتم میندار خدا من بسیار اشغال میکنم. که من خدا خواهد من هر دو جواب میشن من جواب میدم من میرم من انا همین گرفتگی تابت من دیگه جا هانده مثلا یارو دوست هانده مثلا در پیش بیگانه هاندم بیمار نترسیدم من بودم چون که من اینا دیدم این حقیقتا معجزه بود است که 11 سال این گفتم به آسان لیکن این یک روز یا یک ساعت این عذاب باشه مثلا کشتگاه خودش میداند که بسیار دکتر شما بر رحمت یاد مرتب درش هست شود همه وقت شما باشید سلام علیکم.